بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، درس نوبتی عقیده است. الحمدلله رب العالمین. نزدیک می شویم به تقریبا آخرهای کتاب. درس گذشته درباره رسیدن ثواب به مرده و عملهایی که ما می توانیم برای گذشتگانمان انجام دهیم تا که آنها از ثوابش بهره مند شوند. درباره این صحبت کرده گذشته بوده. ان شاء الله امروزه درسی که ما می خوانیم درباره اجابت شدن دعاها و چگونه باید دعا کنیم که اجابت شود و وقت رسید درباره غضب و رضاگی الله هم صحبت میکنیم. مؤلف میگویند والله تعالی یستجیب دعوات و یقضی الحاجات، و الله تعالی دعاها را اجابت میکند و حاجات های ما را برآورده میکند، یعنی احتیاج های ما را برآورده میکند. یکی از مسئله هایی که بین اهل سنت و جماعت خواهران عزیز اتفاقی هست این است که دعا سبب می شود که خواسته های بنده وقتی که به فایده او هست به دستش بیاید و ضررها برطرف شود و بزرگترین از سبب های برطرف شدن بلا و به دست آوردن خواهش ها این دعا می باشد. الله در قرآن میگوید و قال ربکم ادعونی استجیب لکم، پروردگارتان به شما میگوید شما دعا کنید من اجابت میکنم. در سوره بقره میگوید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقتی بنده ها مرا میپرسند که پروردگار در کجاست، چگونه دعا کنیم، صدای بلند یا با صدای پست، به آنها بگو اینی قریب، من نزدیک هستم، من دعاهای آنها را میشنوم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من وقتی که مرا دعا میکنند دعا کننده ها را اجابت میکنم. پس اینجا از حدیث های دیگر هم در این باب هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث از ابو هریره روایت شده است که میگویند در سنن ابن ماجه من لم یسأل الله یغضب علیه، هر کسی که از الله نپرسد الله به او غضب میکند. بعضی از علما همین حدیث را به نظم یا به طریقه شعر میگویند رب یغضب ان ترکت سؤاله و بنی آدم حین یسأله یغضب، پروردگار وقتی از او چیزی را نپرسیدی، یعنی نپرسیدن از پروردگار که خودش شده می رود، این یک علامت تکبری هست و وقتی که تو از پروردگار نپرسیدی او غضب میکند. اما برعکس وقتی از بنی آدم، از فرزندان آدم تو چیزی را پرسیدی او به تو غضب میکند. یعنی برعکس است، از هر انسان چیزی را پرسیدید علل خصوص درباره مال و پول او ناراحت می شود، دوستتان نمی دارد وقتی یک بار دو بار سه بار چهار بار پرسیدید. اما پروردگار هر بار که پرسیدید از سؤال شما راضی می شود، از دعای شما خوشحال می شود، یا گفتیم دعای شما را ان شاء الله اجابت می کند. و این که خواهران عزیز ما به پروردگار دعا میکنیم، پروردگار صاحب یک چند صفت ها می باشد. مثلا پروردگار موجود است، پروردگار بی‌نیاز است، پروردگار شنوا است، پروردگار کریم است، پروردگار رحیم است، پروردگار قادر است. از یک نفر چیزی را پرسید که او این صفت ها را داشته باشد، او در نزدتان باشد. یعنی خیلی که الله میگوید فانی قریب، من نزدیک هستم، من میشنوم. حتی دعاهایی که از قلب میبراید، دعاهایی که بعضا به زبان گفته نمیشود، الله از آن با خبر است. ولی البته میدانید از آداب دعا این است که با زبان بگویی و با دستهای برداشته به طرف پروردگار بگویی. اینجا بعضی انسان های هستند، علل خصوص اهل فلسفه و عقلی که همیشه عقل را پیشتر میگیرند، میگویند هر چیز درخواست الله هست، تو دعا کنی هم دعا نکنی هم خواسته های الله می شود. پس چرا دعا کنیم؟ در اینجا جواب داده می توانیم که پس وقتی که هر چیز در دست الله هست و الله چی خواهد می شود، خوراک نخورید خود از خود سیر شوید، ازدواج نکنید خود از خود صاحب فرزند می شوید. یعنی همان گونه که میگوید دعا به چیز فایده ندارد، هرچی الله خواست می شود، دیگر یگان سبب رو پیشه نگیرید. هر چیزی که الله خواست می شود و خود دعا هم وقتی الله خواست از دهان تو، از قلب تو می براید. برای همین در ما خواهران عزیز
آثار از حضرت عمر خطاب است که میگویند من غمی اجابت دعا را نمیخورم، من غمی خود دعا را میخورم. الله به هر کس که توفیق دعا کردن را داد او دعا میکند. یعنی وقتی حضرت عمر میگن من غم اجابت دعا رو نه، غم خود دعا رو میخورم، که بعضا شما حتی به دعا کردن هم موفق نمیشوید. یعنی انسان بعضا دعا کرده هم نمیتواند، برای آنکه دعا هم چه است؟ عبادت است. دعا هم نموده از نمودهای بندگی هست، بیچارگی هست در نزد پروردگار، که به هر کس این چیز را پروردگار لایق نمیداند، یا گفتیم توفیق این گونه دعا را پروردگار به هر کس نمیدهد. و اینجا خواهران عزیز چیز دیگری که همیشه سوال می شود، آره پس وقتی الله وعده میدهد که اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقتی شما دعا کردید من اجابت میکنم، چرا بعضی دعاها اجابت نشدن؟ یا چرا بعضی دعاها برعکس شد؟ مثلا یک نفر رو خیلی بودنش رو میخواستیم از دنیا رفت، یک چیز رو شدنش رو میخواستیم و نشد، ما خیلی دعا هم کردیم. برای چی؟ وقتی که الله وعده میدهد اما عکسش میشود. هاشا که پروردگار اصلا خلاف کننده وعده هایش نیست، ولی من و شما میدانیم که الله وقتی گفت من دعای شما رو اجابت میکنم، این معناش این نیست که 100% گفته تو رو میکنم. برای آنکه ما بنده ها از اینکه برای مستقبل جاهل هستیم، آینده را نمیدانیم و عقلمون هم محدود است، بیناییشمون هم، نظرهایمون محدود است، یعنی فراگیر نیست برای همه چیزی، برای همه کس بعضی چیزهای را دعا میکنیم که بر فایده ما نیست. مثل اینکه بارها میتوانیم به این مثال زنیم، مثلا کودکان علل خصوص میگن پول داری چرا شیرینی نمیخری؟ یعنی کودک حیران میشود که چرا مادر پول دارد برای شیرینی نمیخرد، در حالی که قدرت دارد و مادر میداند که شیرینی زیاد برای فرزند ضرر دارد، میگوید پول داشته باشم هم برات نمیخرم، چون مادر میداند که این چیز برای کودک چه است؟ ضرر دارد. اما کودک از اینکه همین چیز رو میخواهد فکر میکند که مادر برای او بخیلی کرده ایستاده است. بعضا بنده ها هم همین گونه هست. یعنی وقتی که خواهران عزیز بعضی چیزها رو خیلی دعا کردیم و یقین بدونید که در وقت دعا الله به وعده هایش وفا میکند، اما دعایتون نشد، اینجا حکمتی هست که پس از مدت پروردگار آن حکمتش را برای شما آشکار میسازد. یعنی هر دعایی که کردید خواستید، از الله طلب کردید و نشد، ناامید نشوید، یقین بدانید پس از مدت پروردگار از آن بهترش را برای شما نصیب میکند و برای شما همین چیز رو آشکار میسازد که شما میگید الحمدلله آن دعای کردم اجابت نشد، وگرنه این چیزی که امروز در دست دارم به من نمی آمد. و درباره دعا پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث رو بارها اگرچه گفتیم باز تکرار کنیم هم انشاءالله برایتان فایده است. در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که دعا کند، دعایی که در آن گناه نباشد و قطعی خیش و تباری نباشد. یعنی بعضا ما دعا میکنیم برای نابودی یک نفر، برای بدبختی یک نفر، یا دعاهای بد. هر دعایی که در آن دعای بد برای خویشاوندان نیست، یا هر دعایی که در داخلش گناه نیست. بعضیا دعا میکنن چه خیلی گفتم برای اینکه فلانی خار شود، در حالی که مثلا خودمون هم بالای او ظالم هستیم که او به ما ظلم کرد. این گونه دعاهایی که از روی ظلم اگر نباشد، الله به کسی دعا کننده از همین سه چیز یک تاش رو حتما میدهد. یا اینکه اما ان یعجل له دعوته، دعای کردهش رو حتما زود اجابت میکند، او یدخر له من الخیر مثلها، یا اینکه همون دعای کردهش رو در روز قیامت برای او از ثواب ها ذخیره میکند و روز قیامت به سبب آن دعای کردهش اجر و ثواب زیاد میگیرد. او یصرف عنه من الشر مثلها، یا که به خاطر همین دعاهایش بلاها را از او دور میکند. وقتی همین رو پیامبر میگویند که شما دعا کنید و در وقتی شما دعا کردید از همین سه نعمت یک تاش که همش برای بنده خیر است می آید، صحابه ها میگویند اذن نکثر، اگر این خیلی باشد ما زیاد دعا میکنیم. پیامبر میگن الله اکثر، و الله باز هم زیادتر میدهد. یعنی اصلا در مسئله دعا کردن گمان نکنید که شما دعایتان از حد گذشت یا اینکه پروردگار
دعای شما رو اجابت میکرده باشد یا نه. چون یکی از سببهای اجابت نشدن دعا این است که شما شک میکنید پروردگار میکرده باشد یا نه، یعنی نسبت اجابت دعایتان شک میکنید که این گونه دعاها قوی نیستند. و چیز دیگر خواهران عزیز، دعا رو میگویند یک سلاح هست. دعا سلاح هست، یا گمان کنید تیر است و در وقت سلاح را استفاده کردن، استفاده کننده سلاح هم خیلی نقش بزرگ میبازد. یعنی هرچی مثلا در دست شما تیر و کمانی به دور پریدن باشد، هم شما وقتی تیر و کمان پرانده نتوانید، آن تیرتون به نشان نمیرسد. پس در دعا کردن چگونگی دعا مهم، کی دعا کرده استاده است مهم، و آن دعا را به کدام طرف کرده استادن مهم. وقتی تو خیلی گفتم پیامبر میگویند وقتی دعا میکنید با زبان و قلبتان باید یک جایه باشد، چون الله از قلبهای غافل دعا را اجابت نمیکند. وقتی دستمون برداشتگی است میگوییم دعا، اما دلمون در دیگر جا یا فکرمون در دیگر جا، در این وقت گمان نکنیم که این دعاهای خالصانه. دعا عبادت است و باید با اخلاص برای تا که پروردگار اجابت کند. برای همین خواهران عزیز، یکی از دعاهای اجابت شونده نسبت برادر یا خواهرت این است که فی ظهر الغیب دعا کنی، یعنی در نبودنش از پشتش دعا کنی. وقتی با چهره یک نفر نگاه کرده پروردگار به شما برکت دهد، پروردگار عمرتون را دراز کند، پروردگار مالتون را زیاد کند، رو به رو گفتن میگیرد، اینجا یعنی یکی بریا هم نزدیک است، یکی خالصیتش معلوم نیست. دعاهایی که خالصا به پروردگار میکنید، علل خصوص در خلوت ها، چگونه که عبادت ها در خلوت ها خیلی ثواب زیاد دارند و اخلاص هم در آن زیاد است، دعا هم همین گونه باشد. برای همین در گروه ها هم خواهران عزیز، من شخصا ناراحت می شوم وقتی کسی میگوید به من دعا کنید، همه در آنجا دعا فرستادن میگیرن، بعضی ها حتی از آن عکس و از دیگر چیزها. این گونه به فکرتون دعا خالصانه هست یا به خاطر خرسندی همان نفر کرده استادیم؟ البته دعا کنید در حقش، هر چی که برای کسی دعا کردید فرشته ها میگن ولک مثل ذلک، اون چی که به او دعا کرده برای تو هم الها باشد که دعای فرشته ها اجابت است. دعا رو خالصانه کنید، در سجده هایتان نام همان نفر را گرفته، مشکلی همان نفر را گرفته، نه اینکه روبرویش یا در گروه نوشته و خط کرده و دعا کنید. البته به یک نفر نگاه کرده دعا کردن هم سنت است. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشان را بالای سر عبدالله ابن عباس مانده دعا کردگیان، یا به انس ابن مالک دعا کردگی هستند. اما دعاهای دور و درازه که ما یعنی از حد زیاد، مثلا الله به شما برکت دهد، یک دعای کوتاه، مثلا الله موفق شما را کند، الله شما را گناهایتان را ببخشد، الله درجه شما را بالا کند، کوتاه باقی نیست. اما دور و دراز علل خصوص در نزد آدم های زیاد دعا کردن، تا چه اندازه ما خالصانه دعا میکنیم، تا چه اندازه این دعا هم از قلب و هم از زبان ما خالصا به طرف الله می رود، این رو والله اعلم باید یک بار فکر کنیم که آیا همون دعاهایی که در بین مردم میکنیم، علل خصوص برای دعا شونده نگاه کرده، خالصانه از ما خارج می شود یا در آن اشکال هست. پس نفر دعا کننده خیلی مهم است، علل خصوص حلال خوردنش، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث چی میگویند؟ یطیل السفر اشعث اخبر یمد یده یقول یا رب یا رب، مردی که تمام صفت‌های اجابت دعا در او هست، او خار و بیچاره است، یعنی چنگ خورده و در سفر، دعای مسافر هم اجابت است، موهای ژولیده دارد. چه خیلی میدونید یکی از صفت‌های دعا این است که خودت رو خیلی بیچاره گیری در نزد پروردگارت. برای همین در حدیث ثابت آمده است که وقتی طلب باران میکردن، پیامبر جامعه خود را چپگردان میپوشیدن، یعنی جامعه یا خلط درازه که از بالای لباس میپوشن چپگردان، که این یک نشانه خوری بود نسبت پروردگار. ببین الله من چگونه در پیش تو بیچارم. و آن مرد که هم همین گونه خیلی لباسهای بیچارگی داشت و دستش را دراز میکرد به طرف پروردگار که الله شرم میکند از دستی که دستش دراز شد و خالی برگرداند، و مسافر هم بود، به خاطر آن که حرام میخورد و حرام مینوشید و از حرام میپوشید، الله دعایش را
کیف یستجاب له میگن پیامبر، چگونه الله دعای او را اجابت میکند. یعنی شما هر چی نصف های شب دعا کنید، ساعت 3 شب و 4 شب دعا کنید، هر چی خودتان رو به گریه و بیچارگی بزنید، یا حتی از سبب های اجابت دعا در شما مثل مسافر باشید یا بیمار باشید، اما به گفت مردمی خودمون حلقتان حرام باشد، چی میخورید، از کجا میخورید پروا نداشته باشید. علل خصوص در این حاضره زمانی که میدانید چقدر خوراک های شبهناک زیاد هستند در مغازه ها، چقدر کارهای شبهناک زیاد هستند. ما دیگر خوراک های شبهناک زیاد رو به پروا میخوریم. حلال اتیکت دارد، حلال است، هزار و یک کارهایی که به شبهه و بر دروغ و بر قسم های دروغ آلوده است. نه تجارت حلال گویان دست میزنیم، گمان نکنیم که دعا اجابت میشود. یعنی شرط اساسی دعا یکی از چی است؟ حلال خوردن است. آنی که حلال میخورد و از پول حلال زندگی میکند، دعاهایش انشاءالله اجابت است. پس چیزی دیگر چی است؟ دعایی که میکنیم خواهران عزیز از قلبی زنده و خالصانه ما براید و در دعا کردن اصلا نسبت به پروردگار خجالت نشوید. و من زیادتر همین جمله را در صحبت ها تکرار میکنم، خواهرانی که میده یک به یک، نکته به نکته درد دل به یک دوگانه خود میکنید، کاش آن را به پروردگار میکردید که پروردگارم تو خود دانایی، ولی من در این روز در این مشکلی هستم، در این حالت هستم، به من خودت راه نشان ده. میبینید که پروردگار چگونه دردهای دل شما را هم گوش میکند، هم اجابت میکند. برعکس بنی آدمیزاد که هرچی درد دل گفتیم، هرچی در نزدشان قدرمان پایانتر شد و نه از دست آنها کار آمد، نه دعای ما اجابت شد. یعنی در دعا کردن و در به پروردگار خواری و بیچارگی اظهار کردن اصلا شتاب نکنید. و علل خصوص وقتهای اجابت دعا که یکی از آنها چی است؟ سلسل اخیر لیل می باشد. یکی آخر شب است که پیامبر چی میگویند؟ ینزل ربنا فی کل لیلت، سبحان الله، فی کل لیلت الی السماء الدنیا. هر شب پروردگار همان گونه که به عظمت و جلال و ذاتش لایق است به آسمان دنیا می فراید و می گوید من یدعونی فاستجیب له، کیست که دعا کند تا اجابتش کنم. من یسالونی فاعطیه، کی مرا بپرسد که به او بدهم. من یستغفرونی فاغفر له، کیست که از من طلب بخشش گناه ها کند و من او را ببخشم. یعنی از بهترین وقتهای اجابت دعا هست یکی آخر شب که وقت مردم در خواب و غفلت هستند. شما با آن شکایت و با آن کمبودی و با آن درخواست هایی که دیگر از دست هیچ بنده حل آن را ندیدید، ببرید نزد پروردگاری که بیدهی ملکوت السماوات و الارض می باشد. و این چنین در وقتی افطار کردن دعاها اجابت است و بعد از نمازها و در وقت خیرها. خواهران عزیز، علل خصوص صدقه ها که غضب پروردگار را پایان می‌فرارد، به جای اینکه به کسی صدقه داده مرا دعا کن گوییم، بهترش صدقه دهیم خودمون دعا کنیم. و العمل الصالح و یرفعه، عملهای صالح دعاهای شما را نزد پروردگار میبرارند. وقتی به کسی خیر کردید از اون و خودتان دعا کنید که پروردگارم همین عمل را خالصانه برای تو انجام دادم، نه برای تشکر کسی، نه برای چیزی کسی. پروردگار برای من از همین مشکلی هایم را برآورده کن. و خیلی پروردگار وعده می دهد دعا عبادت است. از این عبادت شما الله هرگز به ملال نمی آید، برعکس فرزندان آدم که از خواسته های ما ملال می شوند. و چیز دیگر درباره خود دعا هست. پیامبر چی گفتند؟ دعایی که در آن ظلم نباشد. اصلا و اصلا خواهران عزیز، به خاطر دنیا به کسی دعای بد نکنید. به خاطر آخرت می شود. کسی به خاطر دینتان دشنام داد، مانند فرعون های زمان یا ابولهب های زمان یا قارون های زمان. کسی به خاطر دینتان، به خاطر سترتان، به خاطر قرآنتان، به خاطر نمازتان در حقش دعای بد کردن حق دارید. اولا بهترینش این است که الله هدایتش کن گویم، اما دعای بد هم کردید باکی نیست. اما به خاطر دنیا، به خاطر اینکه چیزی را از شما گرفت، قلبتان را ناراحت کرد، یعنی
به خاطر این دعاهای بد کردن از صفتهای مؤمن هم نیست. ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. الله چی میگوید به ابوبکر صدیق؟ ببخش اگرچه پسر خاله دخترت را، عایشه صدیقه طاهره را اگرچه تهمت کرد، ببخش و فراموش کن، مگر دوست نمیداره الله تو را ببخشد. یعنی در دعاها پروردگار را هدایت کن، بگذار خطاگیش را به چشمش ببیند، بگذار از خطاگیش خودش آگاه شود. این گونه دعای بد کنید، ببخشید دعا کنید می شود. اما دعاهایی که بگذار زبانش لال شود، از پا بماند، یعنی ما خیلی دعای بد زیاد داریم. سبحان الله، خیلی دعاهای بد زیاد داریم که باور کنید نباید این گونه به یک بنده برای خطاگی هایش دعای بد کنیم. علل خصوص بعد از طلاق که زیادی ها بگذار از دخترش بکشد، از پسرش بکشد. این گونه دعاها نمیدانم تا کجا اجابت می شوند، اما در دنیای دروزه، علل خصوص به خاطر دنیای دروزه، نباید این گونه دعاها را بکنیم. در دوامش مؤلف میگویند و یملک کل شیء ولا یملکه شیء. پروردگار صاحب همه چیز است و کسی پروردگار را صاحب نیست. پروردگار صاحب تمام دل هاست. پروردگار صاحب تمام خزینه های دنیاست. پروردگار صاحب تمام عقل و تمام پادشاه و تمام زیردستانش است. و پروردگار دعا کنید که قلب بنده ها در دست تو، قلب فلانی در دست تو، دست فلانی در دست تو، نگذار بالای من ظلم کند یا بگذار سببی که او دارد او کرده شود. ولا غنی عن الله تعالی طرفة عین. و میگویند اصلا ما یک لحظه هم، طرفة عین یعنی یک به اندازه یک نگاه یا یک میزگان زدن هم از پروردگار بی‌نیاز نیستیم. هر لحظه ما محتاج الله هستیم. هر لحظه محتاج الله هستیم. یگان لحظه نیست که ما به الله محتاج نباشیم. و من استغنى عن الله طرفة عین فقط کفر. هر کسی که به اندازه یک میجه زدن باشد یا گفتیم به اندازه یک نگاهش را از این طرف به آن طرف کردن باشد، خود را از الله بی‌نیاز می‌داند، میگوید من خودم میتوانم، به من کمک الله لازم نیست. فقط کفر، در حقیقت او کافر میشود، چون خود را بی‌نیاز دانست، تکبر کرد و گفت من خود از خودم من میتوانم. و همین مشکلی خیلی زیاد است خواهران عزیز، علل خصوص در تربیت فرزندان. باید هر مادر به قلب فرزندش جای بکند که هر لحظه تو محتاج پروردگاری. برای همین در نمازهایت، در هر قدمت، در هر لحظات با قلبت، با زبانت با الله باش. هر لحظه میتواند بلای آید، هر لحظه میتواند مشکلی آید، اما وقتی تو هر لحظه با یاد پروردگار هستی، پروردگار کفالت خود را، حفاظت خود را از سر تو نمیبردارد. و صار من اهل حینی است و هلاک می شود. یعنی هر کسی که هر خود را به نیاز دانست و گفت من به حمایه پروردگارم خودم می توانم، من به پای خود می ایستم، او از هلاک شدگان است. برای همین می بینید سبحان الله درباره خواهران عزیز، اگرچه من اصلا کافر نمیگویم ابن سینا را، درباره تاریخ ابن سینا به نزدیکی داشتم میخوندم، به کتابهایش کم نظر کردم، به کتاب شفا و قانون فی الطب، فقط از روی معلومات گرفتن. در مرگش به من خیلی عجیب بود که بیمار می شود و بیماریش را میگن به سرطان مانندی داشت و از بیماری میمیرد و خود میگوید بیماری که در تنم هست به او من دوا نیافتم، به او هیچ دوا نیافتم. در همون زمان اگر دانید چند پادشاه را ابن سینا خودش مداوا کرده بود، معالجه کرده بود و مردم بعضی ها الکی به شرک هم داده شده بودند که از دست ابن سینا همه کار می آید. ابن سینا همه کار رو کرده، یعنی همه شفا از دست او می آید. او می تواند همه درد رو، درمانش رو بیابد، که خود از بیماری که به آن دوا یافته نمی تواند از آن می میرد. یعنی یقین بدانیم که هر چی باشیم هم همه قدرت و، یعنی بدانید که پروردگار در دنیا بعضی قدرت ها رو به دست بنده هایش میدهد، چگونه که سلطنت رو به دست فرعون داده بود و امروز به فرعون تباران داده است. اما وقتی که خود را به نیاز دانستید من خودم میتوانم و کردم گفتید، پریشان میشوید، پریشان و سرگردان میشوید. هرچی پول و مال داشته باشید، هرچی آرام و آسایشته باشید، هرچی در خانواده تان
امن و آرامی باشد، هم هر لحظه باید به پروردگار من نیاز به تو دارم، اگر تو رحمتت رو از من گرفتی من بیچاره و پریشان و خار و ذلیل می شوم. گویان به پروردگار باید دعا کنیم. چون چی می شود؟ کسی که گفت من به الله نیاز ندارم و من خود به خود هستم، او در همان لحظه هلاک می شود، حتی کافر می شود. و در دوامش می گویند والله یغضب و یرضا لا کاحد من الورا. این درباره دعا بود، صحبتی بالا همش انشاءالله که فهما شد. خواهران عزیز، پروردگار دعاهای خالصانه با بندگی تام به نزد خودش کردن و باز اجابت آن دعاها را به ما زودتر نصیب کردن را برای همه ما الها لایق ببیند که دعاهایمان هم اجابت شود و در دعاها اصلا تنبلی نکنیم، یعنی ناگفته های و پریشانی و بیچارگی و کمبودی و حاجت ها را به نزد پروردگار ببریم. در دوامش چی گفتن؟ والله یغضب و یرضا، و پروردگار غضب میکند و راضی میشود. لا کاحد من الورا، اما غضب پروردگار و رضایت پروردگار مثل یگان شخص نیست. یعنی وقتی میگویی پروردگار غضب میکند، گمان نکن که غضب پروردگار مثل غضب انسان هاست. وقتی پروردگار راضی میشود، معنیش این نیست که راضی بودن پروردگار مثل راضیگی بنده هاست. چون غضب و رضاگی و چگونه که شنیدن و علم و کلام، اینها صفتهای پروردگاری هست که پیشتر هم گفته بودیم به یگان مخلوقات مانندی ندارد. پروردگار در سوره مجادله چی میگوید؟ رضی الله عنهم، پروردگار از آنها یعنی از صحابه ها راضی شد. یا الله چی میگوید؟ لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرتی. در حقیقت پروردگار راضی شد از همان مؤمن هایی که با تو بیعت کردند زیر درخت که با تو با مشرکین می جنگند. یعنی پروردگار راضی شدن را از یک نفر، راضیگی چی است؟ تو از او خوشنود هستی، کاری که او کرد تو را خوشحالت کرد، این راضیگی هست. اما خوشحالی یا راضیگی به پروردگار اصلا مثل راضیگی که من و شما داریم به آن برابر نیست. و الله درباره غضب چی میگه؟ من لعنه الله و غضب علیه، کسایی که الله لعنت کرد و به آنها غضب کرد، که گپ درباره یهود ها می رود. یا که و غضب الله علیه و لعنه، الله به او غضب کرد و به او لعنت کرد. یا که درباره و با او بغضب من الله، باز هم درباره بنی اسرائیل که چیکار کردن، چندین بار خلاف گفته های پیامبرشان موسی کردن، الله میگوید آنها گرفتار شدن به غضب پروردگار، به غضب و در آیت دیگر به غضب و لعنت پروردگار. یعنی اینجا خواهران عزیز در نزد اهل سنت و الجماعت و علمای تابعین و تبع تابعین که اهل سلف میگویند پروردگار صفت غضب رو هم دارد، رضا رو هم دارد. همون گونه که پروردگار از بندهش راضی می شود به خاطر عملهای صالح بندهش، همون گونه به او غضب میکند، به او غضب میکند. و درباره ما پیشتر گفته بودیم که وقتی ما یک صفتی رو به پروردگار میدیم که غضب الله هست یا الله انشاءالله از او راضی باشد یا در این عمل رضاگی الله هست، اصلا گمان نکنید که وقتی مثلا انسان غضبناک می شود جوشش خون در قلبش می شود و این گونه بعضی در وقت غضب از عقل می روند. این گونه نه، حاشا که پروردگار پاک است و لم یکن له کفوا احد، یا که لیس کمثله شیء، یگان غضب انسانیت. حتی انسان ها بین خود، یعنی غضب یک انسان به یک انسان هیچ مانندی ندارد. همین غضب بین انسان ها هر گونه است. بعضی ها رو غضبشون رو حتی نمیفهمید، بعضی ها در غضب چه خیلی گفتم تماما عقل رو از دست میدهند. کجا رسد به غضب بین بنده و بین پروردگار که غضب پروردگار اصلا مانندی به غضب بنده ها ندارد. و غضب پروردگار در چه است؟ در این که تو به گناه ها دست میزنی، به اون که پروردگار من کرد به اون دست میزنی. و رضاگی پروردگار، خوشنودی پروردگار است تو که وقتی پروردگار از تو راضی شد دیگر دنیا از تو راضی است، دیگر خود از خود راضی هستی.
و به رضاگی یگان نفر محتاج هم نیستی. رضاگی پروردگار در عملهای صالح می باشد. کسی میگوید این صفت ها رو نمیتوانید به الله بدهید چون در این صفت ها صفت های مانندی به الله به بنده ها هست. خیلی گفتیم صفت شنیدن هم در بنده ها هست، هم در الله هست. صفت کلام هم در بنده است، در بنده ها هست. صفت علم هم در بنده هست، در الله هست. اما بین فرقیت بین این صفت ها خیلی زیاد است و یا گفتیم فرقیتش عموما کنار ندارد که اصلا غضبی که الله میکند به غضب بنده ها مانند نیست، علمی که الله دارد به علم بنده ها مانند نیست. و اما وقتی که گفتیم غضب میکند و راضی میشود، این صفت های فعلیه هستند که پروردگار یعنی همیشه در حال غضب نیست. البته عملی که تو انجام میدی غضب او را می آورد، عمل های انجام میدی که رضاگی او را می آورد. و بعد از این یکی از موضوعهای مهم عقیده هست خواهرها درباره صحابه ها که دوست داشتن صحابه ها از ایمان است و بد دیدن آنها از بی ایمان است. و این چنین درباره شیعه و رافضی هایی که مثلا چند صحابه رو فقط میگیرند و بقیه صحابه ها رو حتی لعنت و کافر میدانند، لعنت میکنند. و این چنین درباره خلافت ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی. ان شاء الله صحت و سلامت باشیم. پروردگار بر دوام توفیق درس ها رو بدهد. درس های دیگر دوام میدهیم. اینجا می توانید سوال های خود را دهید.